الیزابت شورت، بازیگر 22 ساله پراستعدادی که در 15 ژانویه 1947 تو پارکی در لس آنجلس در حالی که بدنش وسط نصف شده بود و تمام خون بدنش رو کشیده بودن مرده پیدا شد. مرگ الیزابت شورت در جهان با نام قتل کوکب سیاه شناخته شد و تبدیل شد به یکی از مشهورترین مرگ‌های حل نشده هالیوود. اونایی که الیزابتو کشتن فقط اونو به قتل نرسوندن، بلکه اونو شکنجه کردن، چرا که گوشه لباشو جوری بریده بودن که انگار میخوان براش خنده جوکر رو بسازن. قسمت‌های از پوست بدنشو کنده بودن و حتی توی پاها و سینه‌هاش کبودی‌ها و زخم‌هایی دیده میشد. چیزی که این پرونده رو از هر پرونده دیگه‌ای عجیب کرده بود این بود که یه چیزی حدود 50 مرد و زن به قتل الیزابت اعتراف کرده بودند و این باعث شد که تقریباً پیدا کردن قاتل واقعی الیزابت غیر ممکن بشه. این پرونده تو طول سالها مظنونه زیادی داشت، اما هرگز شواهد کافی برای متهم کردن کسی پیدا نشد. نظریه‌های متعددی وجود داره که این قتل رو به قتل‌های دیگه‌ای مثل قتل‌های زنجیره‌ای رژ لب مرتبط میکنه. بسیاری معتقدند که به دلیل دخالت رسانه‌ها این پرونده به یک پرونده بی‌نتیجه تبدیل شده.